استراحت تعاریف مختلفی داره که یکی از اونها توقف فعالیت. منم بیشتر رو همین بود تمرکز میکنم. دو شکل مهم استراحت رو میگم. اولیش خوابه. یادتونه گفتم بهداشت همه جا هست. ما مقوله‌ای به اسم بهداشت خواب داریم که شاید شنیده باشید. گفتن همه نکات بهداشت خواب اینجا طولانی میشه، ولی من بعداً راجع به بهداشت خواب صحبت خواهم کردم و اینجا یه نکته رو بگم. مهمترین مسئله توی رعایت بهداشت خواب اینه که شما زمان مشخصی برای خوابیدن و زمان مشخصی برای بیدار شدن داشته باشید. مثلا باید هر روز، اینو مثال میگم، 10 شب بخوابید و 6 صبح هم بیدار شید و این حتی برای روزهای تعطیل هم صدق میکنه. یعنی اگر همچین مسئله رو رعایت نکنید بهداشت خوابتون به خطر میفته. این حالا یکی از مسائل بهداشت خواب بود. شکل دوم استراحت تفریحه. تفریح یک فعالیته که برای لذت انجام میشه. حالا لذت مهمترین استراحت برای ذهنه و یک مسئله ضروری برای سلامتی. شما باید برای تفریحتون برنامه داشته باشید. انتخاب فعالیتی هم که براتون لذت بخشه مهمه. مثلا سیگار کشیدن یه فعالیت لذت بخشه، اما خیلی زود تبدیل به اعتیاد میشه و ترک کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. پس حواستون باشه تفریح متناسب و مناسب خودتون رو هم پیدا کنید که سالم باشه، برای اینکه خودتون سالم بمونید. مراقب سلامتیتون باشید.